درود داشته گل به ویدیوی امروز از چنل محمد موتاکس خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم با پارت دوم ابد و یک روز. بزنین که بریم. همونطور که تو پارت قبل دیدین ما 2 ردیف این خونه رو پیش رفتیم. حالا بریم برای ادامه این خونمون. خیلی خوب، مثل همیشه اول چوب. راستی منبع غذایی هم باید پیدا کنیم، مثلا فارم مرغی درست کنم و اینا، که اینا هم احتمالا بشه بعد ساخت خونه. داخل خونه یه ایده‌ای دارم برای فارم مرغ. حالا به هر حال ما اول خونه رو بسازیم. خب هم چست بسازیم، 2 تا بذاریم که کنار هم یه دونه بزرگش بشه. اینجا هم باید بعدا درستش کنم. حالا به هر حال بریم سراغ ادامه این خونه و اگه هم گوسفندی پیدا کردیم حتما باید بکشیمش که موقع خوابیدن دهن بنده سرویس نشه. چوبایی یه شکل بردارم بهتر. یخم مرغ 4 تا 5 عدد. خب بریم برای بعدی. از شانس خوبمون یه دونه پشم و 2 تا گوشت گیرم اومد. ببخشید به گوشتت نیاز دارم آی دمت گرم، شرمندتم. ای آبو بیا رام نشدی، میخواستم اسمتو بذارم غلام بیشعور. فکر خوبی البته اگه رام کردم 1 عدد گرگیرا سگ خودمون داک. آن موقع است که اسم ایشان را میذارم غلام. خب اینا رو برمداشته نشست. چقدر راحت ردیف سوم داره درست میشه بدون هیچ حیوانی که ازت یواش. بدون هیچ حیوانی که بخواد کوچکترین آزاری به ما برسه. داشتم میگفتم بریم بقیهش. زامبی موشو چشافه. چجوری از این فاصله منو زدی؟ یا ابوالفضل، چونم بعدا باید درستش کنم. آی او هی امشب چجوری بگذرونم؟ هی خدا، دامبی حمله نکنه. دامبی گذاشتم.
خیلی خوب. حالا این را برداشته فعلا امشب خونه رو میگیرم میسازم که تا صبح آماده بشه. این ردیف 4. یه ردیف دیگه بچینم اون موقع همراش، یعنی ردیف بعدی میشه سقفش. این به نظر من انقدر خونه تا گونده هم هسته. خب حالا دیوار رو داریم تکمیل میکنیم. خب این 5 تا میمونه برای آقای سقف. فعلا بریم از اونجایی که من خیلی کرم اول گوش رسانی کنم، به بدنم گوش برسونم. 4 تا گوشت گوسفند. خب شمشیرم هم جون نده. ای بیا دعوتت میکنم به خونه هم. بیا اگه زره تو به من بدی خیلی خوب میشه. جون این به قول معروف لباس خیلی کمه. کلا رو خوشم آمد. مفاشه کوفاشه. بوای کریپر بیا عمویی. اه 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 آخ یکی دمنج بخورم میمیرم. ای دی. خب بریم ادامه. اونم ترکید. ای خدا تازه الان یادم افتاد. خب این آخرین شمشیره که من نمیتونم استفاده کنم. باید درست استفاده کنم. ایوه البته کریپرها آسیب هم نرسونده بود تو پارت قبلم. خدا رو شکر به خاطر یه دونه کریپر زامبی منو نکشت. خورد به زامبی با هم دیگه شطرق شد. این فکر کنم عنکبوت. غلط کردم برو. آها منو میزدی. زاین بزنه به این تیرت خطا نمیره. ای وای افه بازم کریپر باعث شد که اسکلتون من نزنه.
ببینم چند تا پشم دارم. شده از بلوک‌های خونم میگذرم ولی شب من باید بخوابم. یه دانه پشم کم دارم. یه دونه. خب یه شما بخون برگردین جون. مرغ اگ یخم و مرغ. اندرمن یا ابوالفضل یا خدا یا پیغمبر. نه یا بیا تو بیا من خیلی نباید بالا نکنم. بیا شهور تو رو خدا اینجا چی نباید چی نیست. من باید همین الان تا صبح زنده بمانم، گوش بخورم که جونا برگرده. داره صبح میشه. یس خب همینجور ادامه بدیم. آقای بیسی غلط کرد. کجایی؟ اگه یه روز وای اصلا تقصیر خودمه، چرا در رو باز کردم؟ اسکل بدبخت روانی. هموردی 22 تا. ماشاءالله انقدر کریپر زد. تو اینجا چیکار میکنی؟ بیا چرا جدید انقدر نوب بازی میکنم؟ احساس میکنم وای الان وقت بارونه. الان وقتشه که بریم ادامه خونه رو بسازیم. اگه یه روز بریم سفر. این که پر شد؟ من اینو پر نکرده بودم. حالا بگذاریم. خود بازی پر میکنه. چرا من تبر دارم با تبر نمیکنه؟ من روانیم. به فکر اینم که باز بعدی گرانی باز ترسناک چیز باشه. از این طرفم من فهم ماینکرافت 5 ساله دارم بازی میکنم، نوبم چه برسه به اون. ای خدا بس دیگه. چند تا دارم زره رو بپوشم. اگه یه روز بریم چوب بنده 18 تا دارم. اگه میخوام بسازم میشه 72 تا. من بالا 72 تا شد. یعنی حالا هنوز به چند تا دیگه هم نیاز داریم. خب 10 تا شد. بس دیگه انقدر نمیخواد بشه. خب اینا رو بچینم.
خب دوستان، ما که تا اینجای کار رو رفتیم، من میگم که الان نباید بنده حقیر سقف رو بچینم، به دلیل اینکه بنده در حال حاضر چی ندارم، زغال ندارم. پس اگه اینجا تاریک باشه زامی مامبی اسپام میشه. بنابراین من باید برم اونجا زغال پیدا کرده بودم. هم شما هم دیدین یا نه؟ هم زغال و همراه یه خورده سنگ باید پیدا کنم که بتونم این غذاها رو هم بپزم. حالا بریم سراغ من چندم. آها، هم از اینا بسازیم. 2 کلنگ کنم کافی باشه. حالا بریم کندکاری کنیم. کندکاری گاوه ساوا واسه بینم. چه صافت آشغال بیشوره از بغل خونه ترکی. پس یعنی اینکه ساوان نزدیکی است. اشاره گاوه ساوان بهش میگن. گاوه ساده، گاوه ساده. برو گم شو. درست کنم. برو زنده به گورت کنم. خب بریم سراغ اصل کاری. نه همه علکیه. خب اینجا که نبود. کجا بود؟ آها، مس. نه با آهنی فکر کنم میشد بکنی. یو خورده دیگه زغال و آهن بکنیم بس. بس دیگه. یه خوردم آهن میخوایم. خب بریم بالای بالا. بالا تو ابرا. دوستان عزیز حمایت کنیم. این بنده میخوام استریم برم و خب با استریم میتونم وسایل رو بگیرم، مثلا کامپیوتر بشه یا هر چیز دیگه میتونم بگیرم و ویدیو هم بهتر میشه. به خاطر همین باید اول به 50 تا دونه برسم. پس حمایت کنین دیگه. خب حالا غذاها رو فعلا میذاریم. نه 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 بس 11 تا. خب آخ گوسفند 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 گوسفند. آها، حالا امشب بنده میتونم بخوابم. منتظر همین لحظه بودم. اون پشت زامبیه. شاید هم نه احتمالاً همینه. محمد هم آره. خب بگی بخواب بگی بکر. همه محمد و خدا حافظ. خب حالا بریم سراغ چه درخت. نه درخت یه شکل باشه برای سقفم، شبیه دیواره ها باشه. آخ چوب من الان 4 تا دارم. برای همون آتیشه چیه؟ برای اونم میخوام. الان برم سراغ اینا. نه بذار کوچولو دیگه با تبر بکنم. خب
10 تا شد. خورده دیگه هم باید جمع کنم. میشه 14 تا. یه برونز بشه 20 تا بشه، ولی نه حالا یه دونه دیگه بکنم بس. خب اول بریم 1 2 بس، همین 2 تا. تازه تو پختن غذا هم سریع غذا پخته میشه دیگه. ما الان یه دونه این دارم، این رو بزنیم این. خب تا موقع اینا هم میپزه دیگه. چوبارم بگیریم تحویل. خب ایزی. انشالله به نیت 2 طبقه، انشالله به نیت آپارتمان. حالا خب فعلا بس. خب حالا بریم تبر بسازیم، بریم دوباره کنده کاری کنیم. کنده کاری کنیم. بریم بقیه استیکارم میگیریم. استیک. فکر کنم تا وقتی که تبرمون سالم باشه بکنیم دیگه. حالا 3 تا درخت میکنیم، 3 تا درخت کنم بس باشه، نمیدونم. حالا به هر حال فکر کنم بس باشه. دیگه سقفمون که تکمیل میشه دیگه 100%. کمفایر رو کمفایر بیرون. حالا کوین از 70 که داشتیم. تمام اونم از فروشه. خب توی این ویدیو بالاخره خونه رویامون رو ساختیم. خب داشتیا، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا ویدیوی بعد بدرود.